سلام دوستای خوبم. امروز 25/12/402 مصادف با 15 مارس 2024 و 5 رمضان 445 هستش. بازی بعدی النصر با الاهلی هفته 24 لیگ حرفه‌ای عربستان امشب ساعت 22:30 ورزشگاه ملک عبدالله هستش. اینم کاپ قهرمانی جام حذفی عربستان هستش. قهرمان‌های جام پادشاهی یا همون کینگ کاپ در سالهای گذشته رو در این عکس می‌بینید. اسطوره تو تبلیغ جدیدش برای صرافی دیجیتال بایننس این تصویر رو از خودشون به جا گذاشتن. خب الریاضیه گفته که پزشک تیم النصر اجازه حضور قریب جلوی الاهلی رو داده این بازیکن که بتونه امشب بازی کنه. یانیک فریرا سرمربی سابق تیم الریاض گفته با اومدن کریستیانو فوتبال عربستان شاهد پیشرفت بزرگی بوده و تمام فوتبال اروپا اکنون روی این پیشرفت تمرکز کرده اند، زیرا آنها واقعا میخواهند تا سال 2034 در اوج بمانند. من نمیدونم منظورش لیگ عربستان تو اوج بمونه یا فوتبال اروپا. اینم 800 بازی برد کریستیانو هستش که رکورد داره فعلا. خب به سمت جده حرکت کردن سلطان به امید پیروزی. پستم گذاشته و اسطوره گفته که متمرکز و آماده هستیم. این پستشون روی این عکس. راستی 5 روز دیگه کریس با تیم ملی پرتغال توی بازی دوستانه به مصاف سوئد میره، اینو که یادتون هست. خب وضعیت جدول رو ببینیم. النصر دوم هستش و الهلال صدرنشین با اختلاف. تقابل های قبلی دو تیم النصر و الاهلی هم ببینیم. 3-4 النصر برده اولینو. عمل کرده سلطان در مقابل الاهلی 1 بار بازی داشته و تو اون 1 بار بازی هم 2 تا گل زدن. مصدومان 2 تیم هم ببینیم. خب پوستر باشگاه النصر برای تقابل با الاهلی هم این پوستر هستش که زده. انشاءالله دیگه 2-3 ساعت دیگه برنده بشن. خب میریم ببینیم امشب سلطان با النصر جلوی الاهلی چی کار میکنن. به امید پیروزی. مرسی.